رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف بازدید کاری خود را از خواجگی‌های کشاورزی ناحیه شغنان آغاز نمود. اعضایان خواجگی دهقانی در مورخت جماعت دهات غریبشاه شهبازوف که از نامدارترین خواجگی دهقانی ناحیه شغنان به حساب رفته در تامینات بازار مرکزی شهر خاروغ با محصولات پولیزی و میوه نقش ارزشمند دارد، راهبر ولایت فعالیت این خواجگی کشاورزی را مورد سنجش قرار داده و کشاورزان این خواجگی دهقانی جهت بلند برداشتن حاصلناکی محصولات پولیزی توصیه‌های سودمند داد. در دهه پیش جماعت دهات غریبشاه شهبازوف زیاده از 100 خواجگی زندگی دارند که در برابر اجرای کسب و کارشان و کشت زراعت‌های پولیزی مشغولند. مشکلات اساسی اعضایان خواجگی دهقانی در مورخت این محدود بودن امکانیت سودا در گوشه دهقان مرکز ولایت به حساب می رود. به عنوان مثال کشاورزان با ارزش 80 درم کبوتی را به بازار وارد می کنند و آن در بازار شهر خاروغ توسط دست دوم با ارزش 1.5 سومانی به فروش گذاشته می شود. حساب زمین خواجگی دهقانی به ما 10 زمین وابسته کرده شده است. برای تامین خواجگی و تامین اهالی در چیز که خودم در مساحت 4-5 حصه هر سال کارتوشکا کش میکنیم. در میدان 5 حصه از سبزیجات کش میکنیم. خیلی اصل نفس به دست میگیریم برای پیش بردن خواجگی خودمون کمک برای احتیاجات خود میمونیم دیگه، اما به بازار شهر خاروغ به فروش میبریم. در رفت بازدید به سمت ناحیه اشکاشم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف و هیئت همراهانش به نمایندگی از برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان بنیاد آقاخان از موضع گلباغ دهه کوهلال جماعت دهات اسکرزمی رفت دیدن نمودند. باید گفت این قطعه بیکار خوابیده زمین با تشبث ساکنان محلی به کار درآورده شده، در مساحت 3 هکتار آن کشت یانچقه گذرانده شده. در برابر این 800 بیخ نهال‌های میوه دهنده گلاس و سیب و نوک شنانده شده است. رئیس ولایت دستور داد که برای سر وقت جمع‌آوری نمودن خوراک چاروا که در یک موسم 3 مرتبه جریان میگیرد و کار کشاورزان را مشکل می نماید دسترس نمودن تراکتور برای گذراندن معرکه حاصل گنداری و در آینده در دایره این خواجگی دهقانی تأسیس دادن فرم چاروا پروری برای تأمین شیر محلی با اهمیت و مهم خواند. این حال در 4 خانه کشت پامیدار و بادرین گذرانده شده و گفته مسئولین این خواجگی کشاورزی محصولات پولیزی اساساً برای سیاحان و مهمانان که از این ناحیه دیده میکنند به فروش گذاشته می شود. برای آبیاری نمودن این قطعه زمین این حال آب دریای اشکاشم توسط محرک‌های انتقال آب تامین کرده شده. نیت در سالهای نزدیک با کندن نهر از حساب رودخانه دهه اندراب در مسافه 7 کیلومتر قسمت دیگر زمین بیکار خوابیده این موضع نیز به گردش کشاورزی درآورده خواهد شد. رشد ساحه باغداری در زمین‌های سنگلاخ ناحیه اشکاشم با مرام جریان داشته. با گفته مدیر بخش حفظ محیط زیست ناحیه اشکاشم اودینایف در سال روان 3 باغ نو از حساب مبلغ‌های حفظ محیط زیست ناحیه بنیاد گردیده‌اند. در دهه برشور جماعت دهات قازده در مساحت 0.60 هکتار سال روان 250 درخت میوه دهنده شنانده شده است. راهبریت ولایت باغات نوبنیاد ناحیه را مورد بازبینی قرار داده برای در آینده وسیع نمودن مساحت باغات سپارش‌های سودمند دادند. باید گفت سال روان از حساب مبلغ‌های بخش حفظ محیط زیست ناحیه مجموعاً در قلمرو ناحیه اشکاشم در مساحت زیاده از 6 هکتار باغ‌های نو بنیاد گردیده بیش از 3.5 هزار نهال‌های میوه دهنده و 560 نهال آرایشی شنانده شده نشأ و نمای خوب دارد. در رفت بازدید از ناحیه اشکاشم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف و هیئت همراهانش با جریان کارهای ساختمانی در آسایشگاه اوج از نزدیک آشنا گردیده برای تعمیر حوضه‌های آببازی و تامین آشخانه این آسایشگاه با بخاری پر اقتدار برای پخت و پز خوراک و دسترس نمودن مسائل ساختمانی و بخاری به شریکان رشد سپارش‌های قطعی دادند. همچنین رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف از جریان نشأ و نمای باغ نوبنیاد دهه ملواج جماعت دهات رستمبیک و یوسفبیک و ناحیه اشکاشم از نزدیک شناس گردیده معلوم شد که در مساحت 1 هکتار زمین زیاده از 650 عدد درختان میوه‌دار و سایه افکن شنانده شده آن را ساکن محلی اودینایف چهارشنبه نگاه و بین می‌کند. رئیس ولایت در پی سفر کاری به ناحیه اشکاشم همچنین با رفت کارهای آبادانی و سازندگی مرکز ناحیه مروق ظاهر نموده رفت بنیادکاری را در بنای خانه‌های استقامتی که برای خدمتچیان دولتی و نمایندگان دیگر ساختارهای مقامات حفظ حقوق پیش بینی گردیده است دیده نموده برای برطرف کردن بعضی مشکل‌ها مسئولین ساختمان را وظیفه دار نمود که برای هر چه زودتر انجام دادن کارهای بنیادی چاره‌جویی نمایند. باید گفت ساختمان این بنا در سال 2017 آغاز گردیده اون از 2 آشیانه
خانه و 24 خانه استقامتی عبارت می باشد. فرمایشگر آن دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده. ارزش لایحه‌ای آن نزدیک 7 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. قرار است که این ساختمان در آستانه جشن 29مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. در هفته بازدید از مرکز ناحیه اشکاشم رئیس ولایت مختار کوهستان و بدخشان یادگار فیضов کارهای آبادانی و سازندگی مرکز ناحیه را مورد توجه قرار داده برای با سرعت ادامه یافتن کارهای سازندگی و ساختمانی اظهار منتداری خویش را بیان نمودند. در جریان بازدید فعالیت ساختمان بنای معموری فیلال بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در مرکز ناحیه اشکاشم مورد نظر قرار داد. گفتنی ساختمان بینای معموری فیلیال امانت بانک سال 2018 آغاز گردیده. تصمیم است که در پیشروی جشن استقلالیت دولتی این انشاءات نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. فرمایشگر ساختمان بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک بوده. ارزش ساختمانی آن بیش از 2 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. پیمانکار ساختمان مذکور جمعیت دارای مسئولیتش محدود پرویز 92 می باشد. جماعت دهاتی به نام رستمبیک یوسفبیک و ناحیه اشکاشم با میدانهای وسیع کشت خود در قلمرو ناحیه به امتا بوده برای پرورش محصولات پالیزی، اقلیم مساعد و زمینهای حاصلخیز دارد. با مقصد اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره استفاده هر یک وجب زمین کارم و زیاد نمودن کشت کارتوشکا در سال روان در همه شکل‌های خواجگیداری در میدان 126 هکتار کشت کارتوشکا گذرانده شده است. همچنین سال روان با مقصد زیاد نمودن تخمی کارتوشکا با مساعدت و دستگیری رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضов در همکاری با برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان بنیاد آقاخان آلمان مقدار معین کارتوشک نوی بیگروز آورده شده در مساحت 5 هکتار زمین دشت ناحیه اشکاشم شنانده شده امروز نشأ و نمای خوب دارد. باید گفت در این دشت در مساحت 20 هکتار زمین از حساب انستیتوت بیولوژی پامیر کشت گذرانده شده است که 7 هکتار آن را غله‌دانه و 10 هکتار آن را کشت کارتوشک تشکیل می‌دهد. مدیر پایگاه تحقیقاتی انستیتوت بیولوژی پامیر ناحیه اشکاشم جهانگیروف قید داشت که با مقصد تأمین تخمی کارتوشک خوشصفت عالمان انستیتوت مذکور سال دوم است که با تیار نمودن تخمی خوشصفت در شرایط گرمخانه مشغول می باشند. مقصد اساسی همین تبلیس ما در این اساساً از غوره کرسکوی بهترین غوراشا تیرمو که وقتی که پخته رسید باید جدا کرده بعد در درون لابراتوری خشک میکنیم. بعد خشک کردن همون دوناش رو در کاغذ مخصوص کاغذ باید خشک کرده بعد باید من بهار که وقتی که همه تبلیس آماده شد ما همه وای کش میگذرونیم. اول همه کارکردی خاک شخای در قلبر میزنیم و بعد در این من خیلی پاروبی محلی را من خیلی نرم کرده شروع بعد جوی زده همه تخمک های غوره رو میگذرونیم. عموما ما امسال میتونیم از این نوده های مایده هم باشد که گرفته سال آینده ما میتونیم با در همین تبلیس کش کرده. مقصد از اون که دو سال همونجا ما پرورش میکنیم بعد با سر با زمین برآورده میدان شواسه کرده بعد آهسته آهسته من افزایش داده. مقصد اساسی همین که تخمی اصلی بوتانیکی یعنی به کسل را به دست آوردن است. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضov زمین‌های کشت کارتوشک موضع دشت ناحیه اشکاشم را مورد بازبینی قرار داده برای بلند برداشتن حاصلناکی محصولات پالیزی و به تلف گرفتن حاصل به کشاورزان ناحیه مشورت‌های مفید دادند. در این قطعه زمین ساکنان محلی جماعت دهات رستمبیک یوسفبیکov قسم‌های نظامی قشون‌های سرحدی قلمرو ناحیه و کلکتیو اداره و مؤسسه‌های ناحیه به پرورش و نگاهبینی کارتوشک مشغول می‌باشند. راهبر ولایت بعد ارائه توصیه‌های سودمند به بازدید کاری خود در ناحیه اشکاشم حسنی انجام بخشید.